آغاز یک هفته دیگر رو با هم شما بینندگان عزیز شد باش میگویم در تاجیکستان تجلیل از عید نوروز این هفته ادامه دارد و با اینان من هم شما بینندگان عزیز رو بار دیگر با نوروز خجسته تبریک میگویم و به همه شما تنی صحت میخواهیم. امروز 23 مارت است و ساعت با وقت پراگ 7. حالا فرصت است که من برای شما چون همیشه اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم برای اینکه روزتون رو با رادیو آزادی شروع کردید می‌داریم و حالا رو می‌بریم به خبرها. وزارت کارهای داخلی اعلام کرد که حکومت ازبکستان از ساعت 6 صبح روز 23 مارت سرحدش با تاجیکستان را می‌بندد. به گفته وزارت ماشین‌های باربر استثنا هستند و اجازه رواق به قلمرو دو کشور را دارند. خبرگزاری اینترفاکس نیز از قبل کمیسیون مخصوص مبارزه با گسترش کووید 19 در ازبکستان خبر داده است که با هدف محافظت صحت مردم و گسترش وسیع کرونا ویروس از نیمه شب 23 مارت روای شهروندان از تمام گذرگاه‌های مرزی منع می‌شود. عین زمان شهروندان خارجی از جمله تاجیکستان حق داشتند که به وطنهایشان برگردند. به گفته کمیسیون روان از ساعت 6 بلکه ساعت 12 منع می شود. مقامات ازبکستان همچنین به مردم توصیه دادند که بی ضرورت جای زیستشان را ترک نکنند و در کوچه با نقاب طبی بگردند. آنهایی که این دستور را اجرا نمی کنند یا جریمه می شوند یا تنبیه می گیرند. منع رواق با ازبکستان به شک به تجارت بین دو کشور که 2 سال پیش درهای خود را بر یکدیگر بازگذاشتند تاثیر منفی می‌گذارد. وزارت تندرستی ازبکستان گفت که تعداد گرفتاران کووید 19 در این کشور به 41 نفر رسیده است و 4 بیمار را از بین آنهای پیدا کردند که در کرانتین بودند. ضمناً چند هفته پیش بنابر ویروس کووید 19 مرز چین و ازبکستان نیز با تاجیکستان بسته شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت 2 مسافر هواپیمای استانبول دوشنبه را که برخلاف مقررات از کرانتین گریختند به محل معاینه حتمی برگردانده است. وزارت روز 22 مارت در وبسایت رسمیش خبر داد 2 مسافر هواپیما که روز 19 مارت تا رسیدن به محل کرانتین از اتوبوس مخصوص فرار کرده بودند سری وقت معلوم کرده شده به محل کرانتینی برگرداندند. وزارت نامناسب این افراد را اعلان نکرده است ولی گفته است تمام آنهایی که از کشورهای آسیب پذیر در برابر بیماری کووید 19 برمیگردند حتما در جایهای مخصوص کرانتینی تحت معاینه طبی نگه داشته میشوند. ویدیوی فرار از اتوبوس را روز 20 مارت کاربران به رادیو آزادی فرستادند و در آن دیده میشود که چگونه مردم داخل اتوبوس اعتراض میکنند که چرا 2 نفر را برخلاف مقررات میبرند و بقیه میمونند. مقامات تاجیکستان روز 21 مارت گفتند که تاکنون در کشور ویروس نو به کسی سرایت نکرده است ولی تا این روز بیشتر از 1500 نفر را برای 2 هفته در کرانتین نگاه داشته و جواب دادند. با گذشت 3 روز از منع پرواز هواپیماها به تاجیکستان مراجعت به مقامات رسمی برای بازگرداندن شهروندان درمانده در فرودگاه‌ها افزوده است. مهاجران در روسیه و آنهایی که پروازهایشان از روز 20 مارت بازداشته شد هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و هم با مراجعت به نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان می‌خواهند علاج کردن مردم را به وطن برسانند. روز یکشنبه گروهی از مسافران که بلیط‌های شرکت ترکیش ایرلاین را داشتند با ارسال مراجعت ویدیویی به رادیو آزادی گفتند تعدادشان به 100 نفر میرسد و اگر آنها را به زودی به تاجیکستان نیارند ممکن است ماه‌ها در ترکیه درمانند. ویدیو را کاربری از فرودگاه ونوکووا به رادیو آزادی فرستاد که وضع بدتری را نشان می‌دهد. در این ویدیو مردم زیادی در فرودگاه خوابیدند و به قول مؤلف 3 روز باز منتظر خبر هستند که آنها را اجازه پرواز می‌دهند یا نه. ویدیوی دیگری که از فرودگاه ژوکوفسکی به دست رادیو آزادی رسید عین حال و مسافران و مهاجران زیادی را نشان می‌دهد که هر جا خوابیدند. دولت تاجیکستان از بیم سرایت کرونا ویروس پرواز هواپیماها به قلمروش را از روز 20 مارت به اعلان پیشکی و به طور ناگهانی قطع کرد. هدف دستور به گفته اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان پیشگیری پنجشنبه بیماری کرونا ویروس و تامین امنیت شهروندان تاجیکستان میباشد. مقامات رسمی میگویند در نتیجه سیل در نویه خراسان 1 نفر به هلاکت رسیده است. نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در تاجیکستان گفتند که حادثه شام 21 مارت رخ داد. باران زیاد باعث آمدن سیل به جماعت صدرالدین عینی شده و به خانه و کشتزارهای مردم زیان رسانده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 22 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هلاک شده میرزاقل رحمان قلفی 59 ساله میباشد. مرحوم در تل و تپه‌ها به کشاورزی مشغول بوده است که زیر سیل مونده به هلاکت میرسد. مقامات درباره حجم خسارات میگویند ضرری رسیده معلوم نیست و بعد خلاصه کمیسیون آن را اعلان میکنند. در نوارهایی که کاربران رادیو آزادی از جای حادثه ارسال کردند دیده میشود که آب داخل خانه‌های مردم در آمده است. همساله با آغاز فصل بهار و بارانگری در تاجیکستان سیل و آبخیزی زیاد میشود.
در نویه خراسان سالهای پیش نیز در چنین فلاکت طبیعی چندین نفر جان دادند. مسئولین کمیته حالت فوق‌العاده از شهروندان دعوت میکنند که تا 27 مارت از احتیاطکار بگیرند و سفرهای بدون ضرورت خودداری کنند، زیرا تا آخر هفته هواشناسان بارشات سخت را پیش بینی میکنند. امروز در قرقیزستان محکمه پرزیدنت سابق این کشور الماسبک اتنبایف و 13 نفر دیگر شروع می شود که در برخورد خونین با نیروهای امنیتی این کشور در سال گذشته اشتراک کردند. دادگاه نویه 1 می بیشکک حکم برآورد که محکمه پشت درهای بسته صورت بگیرد. ماه آگوست سال گذشته نیروهای امنیتی به قرارگاه اتنبایف واقع در منطقه قایتوشی کنار بیشکک فرستاده شدند، زیرا پرزیدنت سابق 3 دفعه به بازپرسی حاضر نشد. اتنبایف با رهایی غیرقانونی یک پیشوای گروه منظم جنایی در سال 2013 متهم شد. اتنبایف 8 آگوست به حبس گرفته شد. در برخورد 2 روزه‌ای که آن زمان جریان داشت، یک افسر 47 ساله نیروهای امنیتی قرقیزستان به هلاکت رسید. بر علاوه 170 کس از جمله 79 افسر نیروهای دولتی جراحت برداشتند. اتنبایف و 13 نفر دیگر با کشتار، تلاش کشتار، تهدید، حمله، گروگانگیری و تلاش گرفتن قدرت به واسطه نیرو متهم میشوند. اتنبایف و 13 متهم دیگر خود را بیگناه مینامند و اصرار می‌ورزند که عیب‌نامه آنها جلوی سیاسی دارد. 5 نفر دیگر با مقامات سازش نمودند و محکمه آنها جداگانه دایر می‌شود. روز یکشنبه منصبداران ایران گفتند که در این کشور در یک شبانه روزی گذشته 129 نفر دیگر به هلاکت رسیده. شماره قربانی ها از کرونا ویروس به 1685 نفر برابر شد. وزارت بهداشت ایران گفت که فعلا شماره گرفتاران کووید 19 به 21638 نفر رسیده است. سازمان نظرسنجی گلاب میگوید بر اساس نشاندادهای سالهای 2017-2019 تاجیکستان از روی شاخص خوشبختی در میان 153 کشور جهان در مقام 71 قرار گرفت. مؤلفان در 10 جای اول کشورهای اروپایی به مانند فنلاندیا، دانیا، شویتزاریا و در زینه‌های پایین‌ترین زیمبابوه، سودان جنوبی و افغانستان را جای دادند. تاجیکستان در میانه جایگیر شده، موقعش از نظر خوشبختی اهالی در بین کشورهای آسیای مرکزی سوم بوده است. مؤلفان میگویند پژوهش احساس خوشبختی مردم در کشورها بر اساس 7 معیار از جمله وضع اقتصادی، سلامتی، آزادی عمل، خیر و سخاوت، برداشت از کروپسیا و مناسبت به تمام این معیارها در مجموع ارزیابی می‌شود. مؤلفان میگویند در داوم سالهای موردی تحقیق آنها در کشور تغییرات مثبت رخ داده است. پژوهشگران خوشبختی امسال اینچنین به خوشحالی ساکنان شهرها توجه کرده گفتند که دوشنبه از نظر تغییرات در جای دوم ایستاده، در جای سوم ویلنیوس لیتوا و در جای چهارم الماتای قزاقستان میباشند. و چون همیشه در پایان صحبت بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی برای امروز معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 10.20 درهم است، 1 یورو 10.94 درهم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 127.50 درهم تعیین گردید است که نسبت آخر هفته گذشته تقریبا 5 سومانی بلندتر می باشد. تشکر میگویم بینندگان عزیز که در این چند دقیقه ما رو همراهی کردید. من با خبرهای بیشتر از این شما رو در دوام روز منتظر خواهم بود. نوروزتان بار دیگر تبریک و روز با قرار داشته باشید.